از بحر شوهر مایوبتون میگذرین؟ داروهایتون تمام شده است. از کار که آمدم میگیرم. رجب علی ایبرانی. مردک جان، اوقاتتون آخری من کار میرم. مردک لبزنک داروهایتون تمام شده است. از کار که آمدم میگیرم. مایش مردک جان، بس رحمت مرحمت. السلام علیکم. سلام علیکم. فرید کردم دید رئیس. بله منظور آبانو چه شما کرو چه میسرم. کارخونه همون کار چه خیلی دایی؟ شکری خدا من از بهترین. میدونی منظور آبانو روز گرد ما یک چند معلومات گرفتم فهمیدم که خودت با مشروطکه و با اتوبوس و با تریلیبوس کردم میای. شکر به همینشم. میفهمم که شرایط زندگیتون قدر خوب نیست. کمبودی زیاده. زیر نشین. همش وابسته به گذشت وقت زینه به زینه بهترین میشه. انشالله. نصیب. منظور آبانو گوش کرد. چقدر که با ما شما معلومه در همین کارخانه ما 150-200 نفر کارگر هست. من خیلی فکر کردم در بین همین 150-200 نفر کارگر امکانیتی را که من برای شما پیشنهاد میکنم همین 200 نفر ندارم. یعنی چه خیلی؟ میتونه که در یک مدت کوتاه صاحب ماشین، صاحب خانه و در، صاحب تمام شرایط زمانوی در مرکز شهر صاحب خانه شویم. نفهمیدم. حاضر میفهمونم. فقط به یک شرط. از بحر شوهر مایوبتون میگذرین؟ سلام علیکم دوستان عزیز. میخوام یک چیز را خاطررسانتان کنم. آیا شما برای گذشتن از گرانیت تنقیصی میکشید؟ حجت‌هایتان تمام شده است یا اینکه آدم باورنام ندارید؟ پس ما برای شما پیشنهاد میکنم خدمت رسانی یکی دولتی را با ماشین‌های نو و زمانوی و خدمت رسانی در سطح عالی با نرخ خیلی هم دسترس و ارزان. پس شما چیکار میکنید؟ بر رقم‌های زیر همین ویدیو +7 999 141 2292 و +7 991 610 73 40 زنگ میزنید و مشکل‌هایتان را حل میکنید. و دوستان عزیز نگفته نماند که اگر شما از نام کانال رجب علی ایبرانی مراجعت نمایید باز برای شما تخفیف کرده می شود. زنگ زنید تا اینکه دیر نمانید. همه شرایط ما برای شما مهیا میکنیم. اون شوهر معیوب که گفته ایستاده اید من یک طوری موی سرش را به هیچ مردی دنیایی وز نمیکنم. وقتی یک زن احتیاج دارد زندگیش وزنین است پیش شما می آید معنای آن را ندارد که با همه چیز راضی می شود. درست است وقتی انسان غرور ناموس وجدانش را می فروشد صاحب همه چیز دنیا می شود. صاحب خانه ماشین به هر چیزی که می خواهد می رسد. ولی بعد وجدانش را می فروشد با یک تنگای کوچک هم قدرش نمی ماند. افسوس به شما بر این رئیس. رجب علی ایبرانی.